سلام و وقت شما بینندگان عزیز به خیر و شادی. من هم سلام عرض می کنم و خیلی خوشحال هستم که این هفته هم در خدمت شما هستیم. خب بابک، من یک کلیپ پخش میکنم الان، شما این کلیپ رو تحلیل کن. تحلیل ببینیم با همین کلیپ رو. که جوانای عزیز عشقشون اینه که پیراهن تیم ملی جمهوری اسلامی ایران رو بپوشن. اگر حرم جمهوری اسلامی ایران به فرموده حاج قاسم سلیمانی عزیزی هست به واسطه چیز ساده ایه دیگه، یه تابوت رو دارن دور دوشک کشتی میچرخونن. خب اینو که هممون دیدیم، قرار شد شما تحلیلش کنی. آخه چه ربطی داره تابوت و استخون گردوندن، چه ربطی داره به سالن و تشک کشتی؟ خیلی هم ربط داره، خیلی هم ربط داره. اصلا دقیقاً جای تابوتی که توش استخونه وسط دوشک کشتیه. چرا؟ ببین رژیم هر موقع داره ضربه فنی میشه یا کنده افلاکش گرفتن، از سائه ممکنه که ولوشه رو زمین یا رو پله یا رو پل انقریبی که داور سوتو بکشه که تمام یادش میفته یه سری استخون بچرخونه. دقیق ترین جاش همین سالن کشتی روی دوشک کشتی این استخون. آخه سوال اینه که این استخونا رو از کجا میارن اینا؟ 34 سال از جنگ گذشته، این استخونا تا دیروز کجا بودن که تا تعقیب توقی میفته دوباره شروع میکنن به استخون گردونی؟ یعنی واقعا سوال تو اینه که برای این نظام ولایی قدرت مدار تهیه استخون مشکله؟ خب یه سری میزنن کشتارگاه ها، نمیدونم کله پزیا بهشون میگن استخوناتون رو دور نریزید، ما برای این روزا لازم داریم. قرارداد میبندن. استخون گیر آوردن کاری نداره. ببین اینطوری هم نیست بابا، اینا همه تو مرکز ژنتیک تست میشه. اینها نگاه کن، کارشناس ژنتیک نظام توضیح میده راجع به استخون. مطرح میکنن اینه که میگن آقا جمهوری اسلامی موقع اعتراضات میشه برمیداره مثلا چند شهید گمنام که قبلا شناسایی کرده اعدام میکنه و انتقاد میکنن که مادران شهید چشم انتظارن ولی بعد وایسن. نه، ما به محض اینکه شناسایی میشه یک شهید یعنی نمیذاریم به روز بعد هم بیفته. ما این دغدغه رو داریم که حتی یک روز هم یک روزه. یعنی اون فرمایش مقام معظم رهبری که میفرمان واسه این خانواده‌های مفقودین هر شب و هر لحظه مثل شب عملیات. یعنی ما به نوبه خودمون تو مرکز ژنتیک نور اینو وظیفه خودمون میدونیم که همون روز در واقع اعلام شناسایی کنیم. تست ژنتیک کردن. چقدرم جدی میگه. ببین مهران، این مرکز ژنتیک همون مرکزیه که سلامی مستعان کرونایابو توش ساخت. اون که یادتی که ویروس رو میرفت دستگیر میکرد مینداخت تو قوطی. این مرکز ژنتیک همونه. اصلا این نمایش‌های موسیقی رژیم رو هیچ موقع جدی نگیر، کسی هم باور نمیکنه. آخه بابا این چه رژیم فکستانیه که حیات و مماتش به 4 تا استخون و گردوندنشون بستگی داره. البته از این سیرک ها و مسخره بازی ها تو نظام ولایت زیاده. یه نمونه دیگهش برگزاری دادگاه غیابی برای مجاهدینه که کلی هم شاکی داره. یکی از این شاکیان هم دختر لاجوردیه. خیلی هم شاکیه. ببینید بنده دختر شهید لاجوردی هستم، شهیدی که سالهای عمرش رو در مبارزه با هم رژیم ستمشاهی و هم منافقین سپری کرد و در سال 60 ایشون دادستان انقلاب اسلامی تهران بودند و بعد از اون هم ریاست سازمان زندان‌ها رو داشتن. اقداماتی که ایشون در طی این دوران خدمت خودشون انجام دادند اگر درست تبیین بشه شخصیت شهید لاجوردی کاملا روشن خواهد شد که ایشون در همون سالهایی که جوانهای مردم فریب می‌خوردند بعضی‌ها و به دامن منافقین پناه می‌بردند، ایشون با اقدامات تربیتی و پرورشی و تبیین حقایق بسیاری از اینهایی که فریب خورده بودند رو از این مسیر غلط برگردوندند. بله، کارهای تربیتی گفت، البته اگه درست تبیین بشه. بله، حالا این وقت نکرد که کارهای تربیتی باباشو بگه. من یک کلیپ از کارهای تربیتی باباش آوردم که متوجه بشید که بابا این جانور چقدر کار تربیتی می‌کنه. قشنگ تبیین کرده. بله، ببینیم با هم. تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد. همچنان که
روز گذشته کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کرد. ببین من یک خلاصه کنم سر این سیرک‌های محوه رژیم از این دادگاه و دادگاهایی که راه خواهد انداخت و خطاب به این دختر لاجوردی و بقایای آخوندهای ترکیده و آخوندهای نترکیده مثل خامنه‌ای و رئیسی و روحانی و از این آتش‌خالایی که تو رژیم هستن، بگم اگر جرأت دارید با مجاهدین و مقاومت ایران بریم یک دادگاه بین‌المللی، اونجا ما کارهای تربیتی و بی تربیتی شما را در نزد جهانیان تبیین خواهیم کرد و اونها قضاوت میکنن. البته دادگاهی که قاضی و رئیسش قاضی صلواتی نیست، یه دادگاه درست ترمون. بله، اما این قطار پیشرفت آخوند رئیسی گازید تا اینکه رسید به ایستگاه اختلاس. آره، ایستگاه تقریباً 4 میلیارد دلاری اختلاس چای دبش. حالا جالب اینجاست که آخوند رئیسی اینو به عنوان دستاورد خودش معرفی کرده که آقا دولت من بود که کشف کرد، دولت من بود که گفت داستان چی بوده. البته یه دستاورد دیگه رئیسی هم اینه که اونقدر سرعت قطار پیشرفتش زیاده که ریل هم داره با قطار حرکت میکنه. گفت دیگه، گفت ریل هم حرکت میکنه. سرعت ریل از قطار بیشتر شده. اما دستاورده. چرا دستاورده؟ دستاورد ترکیب. ببین تو دولت قبل سپاه واسه خودش اختلاس میکرد، دولت واسه خودش. الان دستاورد رئیسی اینه که سپاه و دولت جداگانه هم اختلاس میکنن، با هم ترکیبی اختلاس میکنن. یعنی جزء جنگای ترکیبی. مگه نگفتن حاکمیت یه دست؟ حاکمیت یه دست اینه همه با هم اختلاس میکنن. یعنی سپاه هم تو این اختلاس دست داشته؟ اختیار داد. مگه اختلاسی بوده از تاریخ این رژیم، تأسیس این رژیم، که سپاه توش دست نداشته باشه؟ اصلا این دفعه این سرتشته که سپاه خودش یکی از اعضای اصلی این اختلاس بوده. طوری شده که به جای اون کلماتی بود سلطان قیر، سلطان سکه، سلطان شکر، میخوام بگن سردار چای دبش، نمیدونم سردار نهادهای دامی. بفرمایید این هم عکسش. آها، سردار کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله و فرمانده قرارگاه امنیتی سارالله بود. اوایل دولت آقای رئیسی به عنوان قائم مقام وزیر جهاد و کشاورزی یعنی ساداتی نژاد در قرارگاه امنیت قضایی منصوب شد. حالا ظاهراً یکی از اصلی ترین مرتبطان افتضاح رخ داده در پرونده چای دبش است. یعنی پای قائم مقام وزیر کشاورزی رژیمم تو این داستان هست. نه، پای خود وزیرم در میونه. اصلا خود وزیر یه عکسی داریم ازش، نگاه کن، داره چای دبش توزیع میکنه به عنوان نظری. این ساداتی نژاده؟ این ساداتی نژاده. اونم چای دبش. بله، چای دبش. حالا این پاسدار کاظمینی سرکرده قرارگاه امنیتی سپاه بوده، تو کار سرکوب و اینا بوده. چی شده یهو از وزارت کشاورزی سر در آورده؟ کلا مناصب رژیم رو اینجوری میدن که طرف در امر اختلاس کارش تسهیل بشه، دیگه موانع بوروکراتیک نداشته باشه. خوبه یه تیکه به حرفای این دوز سرگردنه گوش کنیم تا بفهمیم با چه جنوبری طرفیم. بله. ما لازم داریم امنیت ام القرای اسلام، مرکزیت نظام تشیع، اونجایی که همه مراکز دیگر جبهه‌های مقاومت میخواهند اینجا در آرامش و امنیت باشد. اگر اینجا امن میخواهد بماند، باید قدرت بازدارندگی ما روز به روز بیشتر و تکامل یافته‌تر و هماهنگتر باشد. مقاومت همواره رمز پیروزی است و در مقاومت اون تفکر، اون ایده، اون اصل فرهنگ بسیج ناب هستش که میتواند به پیروزی برسونه. بله، ایده ناب بسیجی. بله، خیلی قشنگ توضیح داد. منظورش از ایده و تفکر اصیل و ناب بسیجی همین اختلاس ناب چای دبشه. اصلا من نمیدونم چرا خامنه‌ای آدماش به کلا به جنس ناب علاقه دارن. خود خامنه‌ای هم چیزی کمتر از جنس ناب استفاده نمیکنه. خب بریم سراغ کامنت یه جمله‌ای. این عکس. آفتاب دزد. آفتاب دزد بابا، این خاوری ها، همون که 3000 میلیارد تومان اختلاس کرد
بعد زد رفت کانادا. اینجوری که تو میگی زیاد میشه 3000 میلیارد تومان. نه بابا این الان اگه برگرده ایران به عنوان مدیر پاک دست معرفیش میکنن. الان اختلاسی که این میکرده در مقابل اختلاسی که الان داره میشه به همون مصداق آفتاب دزدیه. این هم میتونه برگرده ایران ادعای چیز کنه، تقدیر اعاده حیثیت کنه. بله. حالا که صحبت از اختلاس و این حرفا شد، یه کامنت یه جمله‌ای هم بشنویم از زبان از زبان یکی از کاربران فضای مجازی. خبر همین الان به دستم رسید، گفتم شما هم در جریان بشین. مثل اینکه برای اختلاس بعدی بودجه کمه. اگه بدهکاری آب، برق، گاز دارین سریعا پرداخت کنین و این پست رو به اشتراک بگذارین که شاید گره از کار یک از این اختلاسگرا باز بشه. همکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم. ممنون که این هفته هم همراه ما بودید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار. پیروز و پاینده باشید.